بچه‌ها دیدین امروز صبح بهتون گفتم امروز روز شانس منه، واقعا هم همینطور بود. امروز اومدم اپل استور و خلاصه آیفون 16 پرو مکس رو گرفتم و موجود بود، این استاک بود و خلاصه اینکه خیلی خوشحالم، منتظر آنباکسینگش باشید. سلام، من متین هستم و اولین ویدیو یوتیوب من خوش اومدید. خب تو ویدیوی اول یوتیوبم میخوام آنباکسینگ آیفون 16 پرو مکس داشته باشم که خودم هم خیلی هیجان زده هستم و بریم با هم دیگه این رو آنباکس بکنیم. خب رنگی که گرفتم دسرت تایتانیوم هستش یا همون رنگ تیتانیوم بیابانی رنگ و در واقع همون رنگ بیژ، حالا یه مقدار قرفرش دادم اسمشو، همون رنگ بیژ یا گلدن روز که نمیشه گفت گلدن روز نیست ولی خب رنگش بیشتر بیژ مانند هستش و همونطور که میبینید روی جعبهش هم تقریبا رنگاش مشخصه. من این آیفون رو از اپل استور استرالیا سیدنی گرفتم و قیمتی که گرفتم دقیقاً $2499 شد، دلار استرالیا. خب اینجا هم نوشته دیزاین بای اپل این کالیفرنیا، آیفون 16 پرو مکس و من با مموری 512 گیگ گرفتم، گیگابایت. بریم داخلش رو با هم ببینیم. واو چقدر خوشگله رنگش خیلی نازه بچه ها، خیلی دخترونه است. رنگش رو دوست داشتم، خوشگل بود ولی بچه ها رنگش خیلی نازه، خیلی دخترونه است. من خیلی خوشم اومد، خوشحالم این رنگش رو گرفتم. این طرف هم که فعلا باز نمی کنم چون هنوز اسکرین پروتکتور نگرفتم. خب دوربین رو هم این طرفی کردم که کامل رنگش رو ببینید. بریم توی آفتابم ببینید. این هم رنگش توی آفتاب. خب بچه ها تنها تفاوتی که با آیفون 15 پرو مکس کرده این آیفون 16 پرو مکس این کامera کنترلرش هست و واقعا احتیاج داشتم آیفون 16 پرو مکس رو بگیرم چون آیفون خودم همونطور که گفتم 13 پرو مکس. به نظر من کسایی که، حالا نظر خودم رو دارم میگم، نظر شخصی خودم رو دارم میگم، کسایی که آیفون 15 پرو مکس دارن من فکر نکنم خیلی ارزش داشته باشه بخوان آیفون 16 پرو مکس رو بگیرن، ولی کسایی که مثلا آیفون 13 پرو مکس رو داشتن به نظر من اگر دوست دارن گوشیشون رو آپگرید بکنن به نظر من آیفون 16 پرو مکس گزینه خوبیه. حالا دیگه تصمیم با خودت. این از این زاویه هم ببینید. خب اومدم خود اپل استور که با این دستگاه حرفه‌ایشون اسکرین پروتکتور رو برای من نصب. It glues the glass onto the phone. So I'm just getting all the dust off. Okay. So there's nothing underneath.
那种是这个需要有买那种，这个很简单，它的处理器只要它也可以不一定要用。是不一定要 Apple 的，我是要看它有没有机。发财。我要。Is the glass has been glued onto the phone, Okay. and we're just waiting for the glue to set. Oh, so interesting. Because it's the new iPhone 16 Pro Maxes, because it's a bigger phone. Oh. It takes a while for the glue to set. 它都16G 机，叫得上。都没有。咖喱。سری بابلای کوچولوئه که میخوایم اون بابلا رو هم What's your name? Andrew. Andrew. Andrew is really professional to remove all the bubbles. You got some time left? Oh, that was amazing. When you were on the silence. It really feels like you are in this place. Thank you so much. No, don't worry at all. So scan this, you get 2 years of warranty from Wow. Belkin. So if you ever drop your phone, it cracks or completely shatters, or you ever get an air bubble over time within the 2 years, Belkin will cover you. So they'll send you a new one to your home, and then you can come back to any Apple store and we'll use our machine to put your replacement one on. Wow, it's so good. Yeah. Thank you. No worries. Thank you. So nice. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و منتظر ویدیوهای بعدی من باشید.